سلام دوستان، با یک ویدیو دیگه از این کانال با شما همراه میشم. امروز میخوایم گشت گذاری داشته باشیم اطراف کلیسای شهر ساتان. شهر که یه چیزی بین شهر و روستاست اینجا. گفتم یه گشت گذاری اینجا دوربر کلیسا و همچنین یه قبرستونی که اونجا هستش که قبرستون بسیار قدیمی هم هست. حالا من سعی میکنم تا حد امکان نشون بدم قبرها و مثلا تاریخ درگذشت و اینا رو که حالا با من تو این ویدیو همراه بشید. فکر میکنم جالب باشه. به هر حال هر شهری یه سری مختصات و یه سری چیزایی داره. دیدن کلیسا و قبرستونش هم به هر حال جزء مختصات در واقع اون شهر به حساب میاد و میتونه جالب باشه. به هر حال با من همراه بشید تو این ویدیو. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، دوست دارم نظر شما رو بدونم. عضو کانال نیستید که سابسکرایب همین الان بزنید، عضو کانال بشید و خلاص از من و این کانال بیشتر حمایت کنید. با هم بریم سراغ این ویدیو و کلیسای شهر کوچک ساتان در استان کبک کانادا. خب دوستان، بخشایی از اطراف کلیسا رو دیدین. البته خب امروز روزی بود که تعطیل بود، من رفتم و البته این نکته هم بهتون بگم که من این ویدیو رو قبلا ضبط کردم. میخواستم بیام توضیح بدم. واقعا اون روز اونقدر هوا سرد بود، هوا منفی 11-12 درجه، به اون آفتاب نگاه نکنید و یه سوز عجیبی بود و اصلا دوربین کم آورد. یعنی من اونجا که فیلم گرفتم بعدش دیگه شارژ دوربین تموم شد. کلا این دوربین تو هوای خیلی سرد و خیلی گرم طاقت نداره، جدی میگم. و تجربه این که تو سرما دوربین خاموش بشه رو داشتم. توی لهستان هم مثلا تو روز دمای هوا منفی 10-11 درجه میشد، دیگه این دوربینه 1 ساعت ضبط نمیکرد دیگه. کل ضبط کردنش بودی نیم ساعت، شاید نیم ساعت هم کمتر، خیلی کوتاه ضبط میکرد. و اینجا همین اتفاق افتاد، دوربین طاقت نیاورد، خاموش شد متاسفانه. برای همین اون توضیحات در رابطه با کلیسا و حالا چه اتفاقی افتاد گفتم که یه روز دیگه، یعنی روز بعدش که هوا بهتره، ضبط کنم. خودم داشتم واقعیت یخ می‌زدم. در رابطه با کلیسا باید بهتون بگم که کلیسا کاتولیک هست. اینجا یه جوری فرهنگ فرانسوی که همون در واقع فرهنگ کاتولیک روشون خیلی تاثیرگذاره، چون استان فرانسوی زبون هست و قبرها هم که همونطور گفتم خیلی قدیمیه. یعنی خیلی هاشون مال اوایل قرن 20 یا قرن 19 هم. مثلا تو قرن 19 یارو به دنیا اومده، اولش اواخرش هم مرده. خیلی قبرستون قدیمیه و این نشون میده که ساتان اونقدر هم شهر جدیدی نیست. حالا درسته کانادا کشور جدیدیه ولی کلا استان کبک قدیمی ترین منطقه کشور کانادا هست و اولین مهاجرایی که اومدن اینجا، یعنی اومدن کانادا، اومدن شرق کانادا و استان کبک و بیشتر فرانسوی زبان بودن. حالا بعد زبان انگلیسی در این کشور غالب شد. حالا بخش دیگه از این کلیسا رو با هم ببینیم تا بریم سراغ باقی ویدیو.
خب همونطور که گفتم روزی بود که کلیسا تعطیل بود و متاسفانه از داخلش نتونستم فیلم بگیرم، ولی خب حس کردم که مثلا این فیلم یک جورایی یک شمه ای از این شهری که عمدتاً اینجا مردم کاتولیکن و از قرن 19 حداقلش از اوایل قرن 19 اینجا آدمای بودن که زندگی میکردن، یعنی اومدن مهاجرا به اینجا به 200 سال یا حتی بیشتر برمیگرده. یعنی یه جورایی همین قبرستون و کلیسا همه اینا رو ثابت میکنه و 200 سال واقعا تو کانادا زیاده، چون اینجا یه کشوری که فکر کنم نهایتش 300 سال از عمرش میگذره، تهش بگیم 350-60 کشور خیلی جدیدیه و یه جورایی ما از اینجا تونستیم این چیزها رو متوجه بشیم. به هر حال از اینکه با این ویدیو همراه شدید ممنون، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، دوست دارم نظر شما رو بدونم. اگر عضو کانال نیستید دکمه سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید و خلاصه از من و این کانال بیشتر حمایت کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار همتون.